دوستان سلام. سلام. شاد باشید. هستیم. سپاس. من بهمن اسماعیلی هستم و حدود 2 ماه پیش جای شما نشسته بودم توی همایش که SMS دریافت کردم، شرکت کردم. البته سال پیشم شرکت کردم ولی به دلیل اینکه شغلم زوری بود که کلاس رو نمیتونستم بیام، ولی تلاش کردم که شغلم رو حتی عوض کردم تا تونستم این 60 ساعت مقدماتیش رو طی کنم و 2-3 تا مشکل داشتم. یکیش این که بالاخره از فشارهای زمونه کم عصبی شده بودم. خدا را شکر خیلی خوشحالم که از لحاظ روحی اونی که میخواستم شدم بالاترش رو دریافت کردم و شدم. و مسئله دیگه این که دوست داشتم تقریبا همون تکنیک من خوبم تو خوبی، یا من بیشتر حس میکردم من خوبم همه بدم، اینجوری شده بودم. یکم خیلی خودم رو بالا حساب کرده بودم، ولی خدا رو شکر شرکت کردم تو این کلاس‌ها با تکنیکایی که استاد یادمون دادن. نوت برداری که انجام دادیم، کتابای کلا یه دوست خوب تو زندگیم فرستادم به اون کتاب. حالا کتاب تقریبا میخوندیم ولی اونقدر باش دوست نبودیم. حالا هر دفعه وقت میکردیم 2 صفحه‌ای میخوندیم. شب تا کتاب نخونم خوابم نمیبره. من خوبم میشه. من مربی تکواندو هستم، دانشمند مربی اسکیت هستم. 2-3 رشته ورزشی، بوکس، کیک بوکس، کشتی، اینا رو هم تقریبا حرفه‌ای کار می‌کنم. بزنیم دست